اعلام حضور، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید و خفن و بوم. آقا توی این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ قراره بریم چت اتحاد 20000 نفره یه ادعایی کنیم پشمای خودمون همه بریزه. حاجی هرچی بیشتر داره پیش میره پوست من داره تو. لیتس گو بریم سراغ گیم. فقط لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید. بزن بریم سراغ این ویدیو خفن و برو بریم که ادعا کنیم تو چتشون دیگه. فقط دیگه لایک و کامنت و ساب فراموش نشه و قشنگ توی کامنت ها بگیرید، انرژی مجلسی بدید. دمتون گرم دیگه. بزن بریم سراغ ویدیو. حاجی چقدر دارم اینجور رو کوچیک میگیرم، خدای لایک و کامنت و راستی تلگراممون هم این بالا میاد، حتما جوین شید. بوس به کلتون. برو بریم سراغ گیم. خب آقا میخوام بهتون یاد بدم. اولش میاد یه دونه اگه برای ما باز بشه اول یه دونه میاد کاستوم میزنیم. کاستوم ما سیو داریم میزنیم، مثلا رمزش هم میذاریم 12. بعد سیو که زدیم میایم اینور و اینو کپی میکنیم و دوباره میایم توی تلگرام. این میشه ادعای اولیه. میایم جلوتر اینو میزنیم و میایم جلوترش رمزم میزنیم. این میشه یک ادعای خوب که همیشه هم جوابه. کاستومش چرا شبه؟ خب هرچه بیا میخوام به بازی یاد بدم. آماده ای؟ از همینجا شروع کنم. اکثرا توی این مپا و این جاهای سیکتوری 155 چیز زدم. دقیقا همینجوری باید بزنم. بگو خب بریم درس بعدی. خب بریم درس بعدی. آقا درس بعدی اینطوری نباید First blood. خلاص کن دیگه. متاسف الان دیسکوردتون دارم بهتون میگم داداش داشتم میرفتم بازیش حرف میزنم اصلا مردم یار دارم، ما هم یار داریم. یارمون میخواد تیپور داریم. نه تو هم دارم اول کیلومونو فینیشی کنیم. ای داداش کارو کیلو خود گرفت من فینیش کنم. آره اون کیلو من فرق من یادم میشه سخت داداش. آقا اینو استاپ نکنید، دیسکاشن بکنید، تو کامنت پست بدید در حد اسکل و حرف میگم از آخر گذاشت دیگه خودم چند خب آقا تا اینجا رو یاد گرفتی دیگه. یاد Double صاف بگیری. درست من باز بهت یاد دادم برای همه چی بهت یاد ندادم. بهت یاد میدم. بچه این فقط کسیم چرا شبه؟ بچه خیلی وقت بودش که اینطوری خیلی وقت بودش که پشت سیستم First blood. سر رکورد و اینا چیزا اگه کوچولو زیادی آدم نمیدونم بعد کنم گذاشتم بالا بشه مثلا همون آقا هاشم هم یاد یه پلیر هم وقتی یارو داشتی چی؟ کاش شب بهت پوکر میدم. حاجی خواستار بلش خواستار یه یار پرو برای من. آقا اصلا یار اصلا نوب بهتر از این اشیه دیگه. نوب هم باشه بالاخره از این اشیه پرسه. بیا اینجا جواب تو نمیدم. بچه همیشه باید همچین تکنیک های پیکنیکی داشته باشه. همیشه مصاد باشی، همیشه با منگل باشی. First blood. کاستوم فایتیه. کاستوم فایتیه. کار کنشریه. حساب نشد. این دیگه واقعا تو ویدیو هستش حساب نشد. داداش ایرانه این کم کردی باور کن. به این میگن تکنیک پیکنیک بالا رفتن. یعنی باید بالا برید بالا.
بزن قدش 3 2 سه دو نه 3 2 سه دوی آجی اسکواد من یا وضعش خرابه یا پلیراش خرابه. شاگرد بیا این کمک فایت نبود. استاد احتیاج داره. استاد که هیچ وقت شاگرد بس آفرین یاد گرفتی چیکار کنی که فینیش داری. ای بابا. Double فشار kill. نباید بدی. اینو فقط مثلا استادت باید یاد فقط فشار 3 تا نداری. میزنم سر خوب فقط 3 تا سه تا Double. بچه آخرین بار که ای اومدیم بابا نگاه کن مثل پلنگ میره کلش رو ریب First blood. اه وایسا نزنشون دوتاشون وجدان یه وجدان بنداد پخ صفحه Double kill. اینا بک هست دادن دست پیشتو بیار بریم کاستوم بعدی. اینا بک دادن برو بریم کاستوم بعدی. خب بچه اینا بک دادن یا نتشون رفتش ولی خب بازیشون دمشون گرم خیلی خوب بودش. برو بریم سراغ کاستوم بعدی و کاستوم آخر. خب آقا کاستوم جدید رو زدیم برو بریم I fight. I eat again. کاستوم جمع کنیم براتون. سنسمون نمیخوره اصلا نمیخوره ولی خب بازم جمع میکنم براتون. فهمیدی پولدار این ندارم First blood. دادش من خب. یوتیوبرم من که باید زیاد بشم. چه بعد Double kill. خب بچه ما هر کاستومی میدیم اولش از همشون یه رضایتی میگیریم که توی یوتیوب بذاریم همینطوری ضعیفی شاگرد باری کردم از استادت یه سری چیزا ولی مثلا ضعیفی اینجا رو نها کنید این میگن خط جغرافیایی. از این خط وای چه پوله هدی با اسکوپ زدم First blood. هدشات جغرافیایی یعنی بعد از خط جغرافیایی هدشات بزنید میشه هدشات. گفتم نگنجید اصلا. آقا ما داریم زحمت حاجی خیلی سر ادیت این ویدیو من به مشکل میکنم چون خیلی تا من بوده ولی دیگه داریم براتون یه روز در میون خدای ویدیو میذاریم بریدش کنید دیگه. خدای کجای دنیا با الان چقدر حسابا میکنید کمی ویدیو بزنید بکنم 50 کجای دنیا با این قصاب براتون First blood. ویدیو میذارم هیچ جا. پس ساب کن دیگه مرام معرفت بذار دیگه دمت هم میدم بشد دیگه قبول داری؟ Help me. Hey. اومدم یه نره اول من دیگه راضی بودم خدا ازت آره اول من این داره راضی بودم First blood. Help me. بده نه برو آجی یارو خیلی قشنگ بازی میکنه چه دوست دارم. بعد بنده خدا اکانتش فیکه گفتش آره اکانت فیک هست. کرد اتلو داداش یه دنس گل خدایی به تو میرسه واقعا با بازی تار کردم. Weapon in hand. حاجی یه کوچولو صدا تو بیشتر کن روزی عالیه. اسکی مثلا دست نه پیش دادم اوکی. من زدم کیل تو رو زدم. Help me. آقا من میدن تو اونو میدن بعد در من Double.
بذار میخوام پایین در بیارم میخوام Double پایین در kill. بیارم بابا با بلد اسکوب زدم الان بازی مثلا که خنده بازی پولداریت کنیم. بود خنده پولداریت بودی مثلا. دوباره بخند آجی یاد قصه بام سلام من که تلفن ندارم بیا بیرم میگیرم بیا. نوبی بیشی Double kill. به نظرت من از اینا میخورم نه The taste من of victory. صرفا خواستم بهشون راه بدم دلشون نشکنه میدونی من از اینا بخورم داداش خدایی چقدر تو بدت بیاد. زبون. این شکلی من از اینا بخورم آقا میخوام براتون چیکار کنم میخوام این دست رو دیگه خدایی یه چی بزنم روش یه فانک سوسیس بذارم الان فقط من منتظر اینم که یه دونه کیل بگیرم یه فانک براتون پلی کنم آقا ارشیا پلن بی چیه که راند بگیریم پلن بی بگو به من یعنی دیگه اینه که بک بدیم Medkit for ولی everybody. تو جدی احساس کنم داره یه چیزی زده آقا یارو نیست. گفتش داداش بدت بیاد من چیت نیستم من با غیرتم هی تو نمیدونی مردم بعضی کنده بودن یه المنت میشه خودش میده First blood. اه، کجا بودش فکر کنم افتاده بود پایین میتونم بزنم نه اون حالا اون که میتونه بزنه ولی من نمیتونم بزنم آقا خدایی اشکر فانک قشنگی بشم این ران براتون دیگه اگه خوشتون اومد لایک کنید و بچه حتما بچه حتما چنل تلگراممون رو جوین بشید اینجا میادش آیدیش از این بعد هم مثلا همچین کاسومایی بخوایم بریم با بچه تلگرام میریم دیگه بیا میشه روبوت نزنی لطفا از روبوت کردی نکنی Thanks. یارو این تو اصلا به First blood. یارو تو بود یارو چیته داداش Double چیته kill. حاجی دیگه هر دست داشتش قوی تر We'll get him میشد next تا یه time. جایش گفتم داداش Time for یارو pizza. خیلی ایمان داشت به این که داداش من با غیرتن دیدم ریف اشکال نداره بچه ها غمتون نباشه چیتر کشی کارمه خدا نگهدار Oh my god, bro. Oh, hell no. بیا وایس اینجا وایس اینجا وایس نه کن یارو رفتش بالا اون بالا زدمه Double kill. آقا زدمه. چیتر کشی کارمونه خدا نگهدارمون حاجی گرم کن خودتو پسشونو بزن چیت میزنی جلو ما فکر کردید ما کم علکیم داداش ما خیلی علکیم هرچی بچسب که بتونیم ریف بدیم فقط نمیدیم حاجی یه فانک به افتخارت میکنم First blood. Double kill. شاگرد خودم حاجی ست کردیم ما هم خدایی بریدش کنید آقا خیلی عشقید مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید یارو چیتر بود خدایی خوب ادبش کردیم دیگه خدایی خوب ادبش کردیم عشق منید مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید لایک و کامنت و ساب فراموش نشه تلگراممون اینجا میادش حتما اینجا رو جوین بدید خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی فعلا خدا آی نفسم من اومد خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ حاجی همین الان اومدم دیدم چرا موها اینجا چرا این شکلیه دیگه ببخشید دیگه تا ویدیو بعدی فعلا خدا